یه سری بچه‌ها تماس میگیرن میگن نکنه ما این دستگاه رو بخریم و نتونیم ما این سیستم کار بکنیم. ببینید دوستان، دستگاه پروتون شرکت آسو یه فضای کاربری خیلی راحتی داره. کلا منوی اصلی دستگاه پروتون اینه و شما تو منوی اصلی دستگاه پروتون زمانی که باز می‌کنید منوی اصلی را با زدن یه نیو، حالا انتخاب شب یا روز، میتونید شب یا روز انتخاب بکنید، محیط بسته یا محیط باز، یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب بکنید و استارت ها میزنید. ببینید زمانی که شما استارت ها زدید دستگاه شروع به سنس میکنه و مدت زمان سنس شما میتونه از 2-3 ثانیه باشه تا نهایتا 20 ثانیه 30 ثانیه شما میتونید سنس محیط رو انجام بدید. و بعد از اون که شما سنس محیط رو انجام دادید داده ها میاد بالا که من تک تک این گزینه‌ها رو خدمتتون توضیح میدم. ولی در کل حالا موضوعی هست اینه که آقا دستگاه پروتون خیلی ساده است، یعنی کار کردن باش، اسکن زدن راحته و تحلیل داده هم خیلی راحته، یعنی مثل نرم افزارهای سنگین مثل وکسر یا از ویژوالایزر خیلی ساده تره دستگاه پروتون و ترکیب رنگی خیلی بهتری هم به شما میده. یعنی شما اگر توی دستگاهی هم که با ویژوالایزر کار میکنن 3 تا 4 تا ترکیب رنگ داری، پروتون 10 تا 15 تا ترکیب رنگ داره و این ترکیب رنگ به شما خیلی کمک میکنه تا بتونید اهداف بهتر و راحت‌تر تشخیص بدید.